این یگانه آثارخانه نادر در تاجیکستان است. نام مکان را آثارخانه پیشوای ملت نامگذاری کردند. در آن یادگاری و حجت‌های زمان دانشجویی پرزیدنت کشور امام علی رحمان نگاه داشته می شود. فرقت جدیش از آن عبارت است که چنین مواد و مرتب سازی مواد از روی خرونولوژیا موافق طلبات است. دفترچه امتحاناتی، بلیت دانشجویی، عکس‌های خاطروی، کتاب‌های روند تعلیمی آن وقته و چند دیگر از نادرترین اشیاهایی است که آنجا به چشم می‌رسد. همگی در آنجا بیش از 1200 یادگاری جای دارد که به دو قسم جدا کرده شده است: زمان شوروی و استقلالیت. موزه در آشیانه دوم فاکولته اقتصاد و مالیه دانشگاه ملی تاجیکستان جایگیر شده است، اما حالا از آن تنها مهمانان علاهیده دیدن کرده می‌توانند. ما از آنجا بسیار هم غذای معنوی گرفتیم. از سالهای جوانی محترم پیشوای معظم ملت ما یادآور شدیم. حتی آن چیزهایی که در آنجا ما دیدیم برای ما یک چیز نو بود و خیلی هم خوشحال گردیدیم که در دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان بسیار همچنین یک آثارخانه زیبا با حشمت قامت افروخته است. ساختن موزه‌های مقرری در دنیا کاری نو نیست، اما انگشت شمارن آثارخانه‌هایی که محض از حیات دیروز و امروز یک رئیس جمهور قصه کنند. امام علی سیدزاد، بحرالدین دولتوف، آسیا پلوس.